پهلو به پهلو به اتاق لاما که رو به پارک جواهر باز می شد رفتیم. به جای اینکه بنشیند زنگ زد تا خادم چای بیاورد. بعد با من به کنار پنجره آمد و به چشمانداز تحسین برانگیز نظر دوخت. دورنمایی که شاید یکی از زیباترین مناظر جهان بود. در پایین اندکی به چپ باغ حاصلخیز و مشجر نوربولینگا یا پارک جواهر قرار گرفته بود که به زبان چینی آن را ایوان شب می نامند که به معنای مرگ است، یا لااقل به ایوان شب رفتن یعنی سر در نقاب خاک کشیدن زیباست. اینطور نیست؟ آب زلال و شفاف در میان درختان برق می‌زد و معبد کوچک قدیس اعظم در زیر آفتاب می درخشید. یک نفر در کنار دیگر راه می رفت. راهی که از تخت سنگ‌های صیقلی جدا جدا از هم ساخته شده بود تا آب به آزادی روان گردد و مانعی راه ماهی‌ها را سد نکند. به گمانم او یکی از بلند پایگان دولت بود. استادم در جواب سؤال ذهنیم گفت بلی لوبسانگ، او می رود به حضور قدیس اعظم. مدتی در کنار پنجره ماندیم. چون نگاه کردن به این پارک که در دیگر سوی آن شادان رود شاد و مسرور و رقص کنان می درخشید و گویی می خواست بر این روز زیبا و دلفریب درود بفرستد لذت بخش بود و نیز نگریستن به پل یکی از مناظر محبوب من روح پرور و دلانگیز بود. این منظره برای من سرچشمه پایان ناپذیر وجد و سرور و تعجب و حیرت بود که ببینم کلکران سوار بر کلک ساخته شده از پوست گاومیش باد کرده اش شادمانه از این سو به آن سو پارو میزند. پایین پایمان میان ما و نوربولینگا زائرانی که با تأنی در جاده لینکور در آمد و رفت بودند به زحمت نگاهی به سوی ما می افکندند، در حالی که به امید دیدن چیز جالب توجهی چشم از پارک جواهر بر نمی گرفتند. زیرا این زائران که همیشه گوش به زنگ بودند می دانستند که قدیس اعظم باید در نوربولینگا باشد. کاشیالینگا پارک کوچک پردرختی که در کنار جاده دریاچه قرار گرفته بود از دور چشمک می‌زد. خیابانی که جاده لینکور را به کیچو وصل می‌کرد بیشتر محل تردد مسافرانی بود که می‌خواستند با کلک از این سو به آن سوی دریاچه روند. افراد دیگری هم که می‌خواستند به باغ لاما در آن طرف جاده دریاچه بروند از این راه استفاده می‌کردند. راهب خدمتگزار چای و شیرینی‌های عالی برایمان آورد. استادم گفت لوبسانگ، بیا تجدید قوا کنیم، زیرا کسانی که می‌خواهند بحث کنند برای اینکه ذهنشان خالی نباشد باید شکمشان پر باشد. بر روی یکی از مخده‌های سفتی که ما در تبت از آن به جای صندلی استفاده می‌کنیم نشست. ما تبتی‌ها 4 زانو بر روی زمین می‌نشینیم و اشاره کرد که من هم بنشینم که البته من هم هیچ درنگ نکردم، زیرا منظره خوردنی همیشه اشتهای مرا باز می‌کند. در سکوت به تناول مشغول شدیم، زیرا در تبت به ویژه نزد راهبان صحبت کردن به هنگام صرف خوراکی ناپسند و مذموم است. راهبان وقتی تنها باشند در سکوت و خاموشی غذا می‌خورند و هنگامی که در جمع باشند یک قاری با صدای بلند قطعاتی از کتاب‌های مقدس برمی‌خواند. قاری در جای بلندی قرار می‌گیرد که می‌تواند ضمن قرائت تمام راهبان را زیر نظر بگیرد
و آنهایی را که بیش از آن به قضا توجه دارند که به سخنان او گوش کنند مشخص کند. به وقت صرف غذای دست جمعی مأموران انضباط هم حضور دارند تا مراقبت کنند که همه به جز دعاخوان سکوت را رعایت می کنند. اما حالا که من و لاما تنها بودیم از هر در سخن می راندیم، زیرا می دانستیم که بسیاری از آداب و رسوم کهنه مانند غذا خوردن در خاموشی مطلق برای حفظ انضباط و به هنگام حضور در جمع معتبر است و در مواردی که 2 نفر با هم تنها هستند رعایتش الزامی نیست. و من با غرور و نخوت خود را شریک و رفیق یکی از مردان به حقیقت والا و مکرم کشورمان میپنداشتم. وقتی از خوردن دست کشیدیم مرشدم گفت: خب لوبسانگ، چه چیز ذهن تو را مشغول کرده است؟ با صدای لرزانی گفتم: لامای معظم، یکی از تجاری که از لهاسان میگذشت و من همکنون نزدیک دروازه غرب با او صحبت میکردم چیزهای عجیب و غریبی از غربی ها تعریف میکرد. میگفت که آنها نقاشی های مذهبی ما را منافی عفت میدانند و در مورد عادات جنسی آنها مطالبی باور نکردنی بیان می‌نمود. من در این فکرم که نکند مرا احمق پنداشته و دست انداخته. استادم مرا نگاه کرد. چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت: لوبسانگ، بحث و بررسی در این موضوع به بیش از 1 جلسه نیاز دارد و ما باید در آیین نیایش که به زودی شروع می شود شرکت جوییم. بنابراین فعلا 1 جنبه مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم. موافقی؟ بی صبرانه و با شوق و ذوق سرم را تکان دادم. استادم رشته کلام را به دست گرفت و گفت: تمام اینها از مذهب سرچشمه گرفته و منبعث شده است. مذهب غرب با مذهب شرق مغایرت و تفاوت دارد. این 2 را بررسی می‌کنیم تا ببینیم راجع به مسئله مورد بحث ما چه نظری دارند. قبایش را مرتب کرد تا راحت‌تر بنشیند و زنگ زد تا خدمتگزار بیاید و میز را تمیز کند. وقتی میز تمیز شد او بحثی را شروع کرد که برای من سخت هیجان آور بود. چون این سخن آغاز کرد: ما باید بین یکی از مذاهب غربی و مذاهب بودایی خودمان وجوه مشترک را مشخص کرده و بر روی 2 خط موازی در کنار هم جلو رویم. دروست باید به تو آموخته باشد که گفته‌های مولای ما گوتاما به مرور زمان اندکی تغییر یافته. طی سالها و سده‌ها از زمانی که گوتاما این جهان را بدرود گفته است و به مقام والای بودا تعالی یافته، تعالیمی که او خود شخصاً برای ما آورده دستخوش تغییراتی شده است. عده‌ای از ما بر این باوریم که این تغییرات در جهت بهبود گام بر نداشته و برخی دیگر برعکس بر این عقیده‌اند که این دگرگونی‌ها ما را به سطح و پایه مدرن راهنمون بوده‌اند. به من چشم دوخت تا مطمئن شود که با دقت لازم به سخنانش گوش می‌دهم و آنها را درک می‌کنم. و پس از حصول اطمینان از این امر سرش را مختصر تکانی داد و دنبال سخن را گرفت و گفت: ما قائد عظیم الشأن خبیر و بصیر خودمان گوتاما را داریم که بعضی او را بودا می نامند و مسیحیان هم زعیم عظیم الشأنی دارند که تعالیم خاصی برای آنها آورده. افسانه و در حقیقت اسناد و مدارک موجود حاکی از آن است که این زعیم عالیشان که بر طبق کتب مذهبی خود آنها در سحاری سرگردان بوده
و بیابانها را در نوردیده است، برای مطالعه به هندوستان و تبت آمده و حقیقت را در مورد مذهبی که با طرز تفکر و حالات روحی مردم غرب سازش داشته باشد یافته است. این زعیم اعظم به لحاسا آمد و از کلیسای ما دوکان بازدید به عمل آورد. سپس به غرب بازگشت و مذهبی را شالوده ریزی کرد و بنیان نهاد که از جمیع جهات قابل تحسین و مناسب برای مردم غرب است. اما وقتی جهان را ترک گفت، همچنان که گوتامای ما آن را بدرود گفت، تشتت آرا و اختلاف نظرهایی در قلب کلیسای مسیحی به وجود آمد. حدود 60 سال پس از ارتحال وی، کنگره‌ای در شهری به نام قسطنطنیه برگزار گردید. اصول دین مسیح، شریعت و عقیده مسیحیت دستخوش تغییراتی شد. بیگمان بعضی از کشیشان آن عهد و زمان فکر کرده بودند که با وارد کردن عقوبات و کیفرهایی در اصول دین بهتر می‌توانند افراد سرکش و عاصی کلیسای خود را مرعوب و مطیع سازند. بار دیگر نگاهی به من افکند تا ببیند سخنانش را دنبال می‌کنم یا نه، و بار دیگر من به اشاره سر فهماندم که نه تنها به بیاناتش توجه دارم، بلکه اظهاراتش برایم بی نهایت جالب است. کسانی که به سال 60 در کنگره قسطنطنیه شرکت نمودند، هیچ گونه تعلق خاطر طبیعی نسبت به زن نداشتند، همچنان که در میان ما هم راهبانی وجود دارند که از فکر کردن در مورد زنی بیهوش می شوند. اکثریت این جمع روابط جنسی را خلاف عفت و عصمت و طهارت تلقی می نمودند و آن را رابطه ای می دانستند که استفاده از آن را فقط و فقط در صورت نیاز مطلق و تنها به خاطر بقای نسل مجاز می شمردند. آنها احساس نیاز جنسیشان بسیار ضعیف بود. بیشک احتیاجات دیگری جایگزین آن شده بود. شاید هم پاره از آنها در سلک روحانیت و معنویت بودند. من در این باره بی اطلاعم. آنچه برای من روشن است این است که در سال 60 آنها فتوا دادند که روابط جنسی زشت و پلید و عملی شیطانی است و همه نوزادان گناهکار به دنیا می آیند و شایسته و لایق آن نیستند که برای ادامه حیات چیزی طلب کنند مگر آنکه قبلاً از این گناه شسته و تطهیر شوند. لحظه ای خاموش شد و سپس تبسم کنان افزود: نمیدانم تکلیف میلیون ها نوزادی که پیش از کنگره قسطنطنیه چشم به جهان گشوده بودند چه بود؟ خوب توجه کن لوبسان که من مسیحیت را آنطور که میشناسم برایت تشریح میکنم. شاید وقتی تو به میان این مردم رفتی و با آنها حشر و نشر یافتی و نشست و برخاست کردی، اطلاعات و نظریاتی در مورد این مذهب کسب کنی که عقاید مرا نسبت به آن تعدیل کند. موقعی که این جمله را تمام کرد، صدای ناقوس‌ها و شیپورهای معبد در فضا طنین افکند. همه خفه مردان منضبطی که خود را برای شرکت در آیین نیایش آماده می کردند بلند شد. ما هم برخاستیم، قباهایمان را صاف و مرتب کردیم و راه معبد در پیش گرفتیم. قبل از آن که استادم دم در ورودی از من جدا شود گفت: بعد از پایان مراسم به اتاق من بیا تا این بحث را ادامه دهیم. وارد معبد شدم و در کنار همکلاسی هایم جا گرفتم و در دل خدای خود را حمد و ثنا گفتم که مرا هم مانند مرشد بزرگ و بزرگوارم تبتی خلق کرده است. معبد کهن با فضای آکنده از نیایشش و ابر بخورهایی که آهسته و نرم به هوا برمیخاست و ارتباط ما را با موجودات زنده عوالم دیگر برقرار می‌ساخت،
سخت زیبا و هیجان انگیز بود. بخور تنها یک عطر دلپذیر و روح پرور نیست که مکان مقدسی را ضد عفونی کند، بلکه یک نیروی زنده است. نیرویی است که اگر نوع به خصوصی از بخور برگزیده شود، به حقیقت می توان بر آهنگ ارتعاشات سیطره یافت و آن را تحت کنترل گرفت. آن روز عصر بخور شناور فضای معبد را آرامش بخش ساخته و خاطرات روزهای گذشته را زنده می کرد. از جایی که در بین بچه‌های همسن و سالم نشسته بودم، تاریکی نیمه روشنی را که بر ساختمان معبد چنگ انداخته بود نظاره می کردم. مزامیر خوانی لاماهای کهنسال با صداهای عمیق و بم، گهگاه با طنین زنگوله‌های نقره‌ای در هم می‌آمیخت. در آن شامگاهان یک راهب ژاپنی در جمع ما بود که پس از مدتی اقامت در هندوستان سراسر کشور ما را در نوردیده بود. او در کشور خود مردی بزرگ و با اعتبار بود و تنبور چوبیش را که در مذهب ژاپنی‌ها نقش بسیار حائز اهمیتی را ایفا می کند همراه آورده بود. استعدادهای گوناگون این راهب و موسیقی دلکش و تحسین برانگیزی که از تنبورش بیرون می کشید مرا غرق شگفتی و تحسین کرده بود. واقعاً حیران مانده بودم که چگونه نواختن بر روی یک جعبه چوبی می تواند موسیقی چنین دلپذیر و دلنشینی به وجود آورد. علاوه بر تنبورهایش دایره زنگی هم داشت که راهبان ما آن را با زنگوله‌های نقره‌ای همراهی می کردند. بالاخره ناقوس بزرگ رأس ساعت به صدا درآمد. احساس کردم که تمام معبد می لرزد. به نظر می آمد که دیوارها می رقصند و می درخشند. دود بخورها در ژرفنای دوردست شکل می گرفت و به صورت لاماهای درگذشته که زمانی بس دراز از مرگشان می گذشت در می آمد. برای یک بار آیین نیایش زود به پایان رسید و همانطور که انتظار می رود من با شتاب به سراغ استادم رفتم. به محض دیدنم با لحن مبتهجی گفت: وقت را تلف نکردی لوبسان. فکر می کردم اول می روی یکی از این اسرانه های بیشمار را بگیری. در جوابش گفتم: خیر سرور گرامی، من مشتاقم که نکات دیگری درباره عادات و رسوم جنسی غربی ها بدانم، چون مطالبی که بازرگانان و دیگران در این مورد گفته‌اند مرا غرق حیرت و تعجب کرده. لاما خندید و گفت: امور جنسی موضوعی است که همه را مجذوب می کند. بعد از همه سخنها همین امر است که مانع از انقراض نسل بشر از روی کره زمین می شود. حال که این مسئله مورد علاقه توست، ما هم درباره آن صحبت می کنیم. گفتم: لامای معظم، شما به من گفته اید نیروی جنسی در میان نیروهای اداره کننده دنیا در درجه دوم اهمیت قرار دارد. منظورتان از این سخن چه بوده؟ وقتی روابط جنسی برای جلوگیری از انقراض نسل این چنین لازم است، پس چرا مهمترین نیرو به شمار نمی آید؟ مولایم در جواب گفت: شایان اهمیت ترین نیروی روی زمین لوبسانگ غریزه جنسی نیست، بلکه تخیل است. زیرا بدون قوه تخیل غریزه جنسی هم وجود نمی داشت. اگر مرد فاقد تخیل باشد، نسبت به زن رغبتی احساس نمی کند. بدون نیروی تخیل
نه نویسنده‌ای وجود خواهد داشت، نه هنرمندی، نه چیز زیبایی و نه سازندگی و بداعت. گفتم لامای محترم، پس به نظر شما قوه تخیل جزء لاینفک رابطه جنسی است؟ در این صورت این نیرو نزد حیوانات چه نقشی بازی می کند؟ حیوانات هم مانند انسان از این نیرو برخوردارند. بسیاری از افراد فکر می کنند که حیوان فاقد روح و لاشعور است، اما من که سالیان درازی زیستم می توانم خلاف آن را ثابت کنم. با انگشتش به من اشاره نمود و گفت تو که میگویی گربه های معبد را دوست داری، می توانی وانمود کنی که آنها فاقد قوه تخیلند؟ تو همیشه می ایستی که با آنها صحبت و نوازششان کنی. وقتی تو یک بار به آنها محبت نشان می دهی، آنها منتظرند که دفعه دوم و سوم هم برگردی و دستی به سر و گوششان بکشی. اگر این امر فقط یک واکنش عاری از احساس، یک مکانیسم ساده مغزی بود، گربه تا زمانی که این کار برایش به صورت عادت در نمی آمد منتظرت نمی ماند. نه لوبسانگ، تمام حیوانات صاحب قوه تخیلند. جنس نر لذتی را که از آمیزش با جنس ماده حاصل می کند در تخیلش می پروراند و متقابلاً ماده نیز چنین می کند و در نتیجه آنچه گریز ناپذیر است صورت می پذیرد. وقتی به این سخنان اندیشیدم دیدم حق کاملاً با استادم است. من بچه گنجشکان تازه سر از تخم بیرون آورده را دیده بودم که مثل زنان جوانی که مژگانهاشان بر هم میزنند بال و پر میزدند. گنجشکان ماده را مشاهده کرده بودم که چقدر بی صبرانه و مضطربانه منتظر بازگشت جفتشان از شکار بی امان دانه بودند. دیده بودم که یک گنجشک ماده عاشق از برگشت همسرش چه شعف و ذوقی احساس می کند و حال که به این مسئله می اندیشیدم برایم روشن بود که حیوانات فاقد قوه تخیل نیستند و می فهمیدم که چرا استادم آن را اساسی ترین نیروی دنیا می داند. گفتم یکی از بازرگانان به من گفته که هرچقدر کسی بیشتر به امور باطنی توجه کند نسبت به مسائل جنسی کم اعتناتر می شود. این حقیقت دارد یا خواستند مرا دست بیندازند؟ آنقدر چیزهای عجیب و غریب در این زمینه شنیدم که نمیدانم کدام را باور کنم. لاما سرش را با حزن و اندوه بلند کرد و گفت این کاملا درست است که عده کثیری از کسانی که به دنبال مسائل باطنی هستند با زندگی همراه با امور جنسی سخت مخالفند. اما این یک دلیل به خصوص دارد. قبلا به تو گفتند که بزرگترین مردان باطنی آدمهای معمولی نبودند، بدین معنی که از یک ناراحتی جسمی رنج می بردند. ممکن است شخصی مبتلا به بیماری مهلکی مثل سل، سرطان یا چیزی شبیه آن باشد، یا امکان دارد کسی دچار ناراحتی‌های عصبی باشد. این ناراحتی‌ها موجب افزایش دیده‌های ماوراءالطبیعه می‌گردد. گره‌ای بر ابرو افکند و گفت برای بسیاری از افراد غریزه جنسی انگیزه نیرومندی به شمار می‌رود. پاره هم به دلایلی می‌کوشند که آن را مقهور و سرکوب سازند و بنابراین به امور روحی روی می‌آورند. وقتی مرد یا زنی از چیزی روی گرداند همیشه با آن مبارزه می‌کند. هیچ کسی سرسختانه تر و بیرحمانه تر از
میخواری که بادخواری را ترک گفته علیه مفاسد و مضار الکل مبارزه نمی کند. به همین ترتیب مرد و زنی که به لذایذ جنسی پشت پا زده اند شاید به دلیل ناتوانی در تحصیل لذت یا لذت بخشیدن به امور باطنی روی می آورند و تمام انرژی و نیرویی را که با موفقیت یا شکست در زندگی جنسی صرف می نمودند از آن پس وقف امور باطنی می کنند. اینان متاسفانه غالباً حس سنجش را از دست می دهند و فریاد برمی آورند که بدون پشت پا زدن به تمام فعالیت‌های جنسی نیل به تعالی ناممکن است. سخنی بیهوده تر و خلاف واقع تر از این نیست. برخی از برجسته ترین مردان کره زمین از یک زندگی عادی برخوردارند و این مانع از پیشرفت‌های چشمگیر آنها در مسائل ماوراءالطبیعه نیست. در این اثنا لاما پزشک اعظم چینروبنوبو وارد شد. به او خوش آمد گفتیم و او در کنارمان نشست. استادم گفت من داشتم با لوبسانگ درباره مسائل جنسی و امور باطنی صحبت می کردم. لاما چینروبنوبو اظهار داشت بله مدت هاست که من به خودم می گویم وقتش رسیده که او را در جریان این گونه امور قرار دهیم. مرشدم دنباله سخن را گرفت و گفت بدیهی است آنان که از نظر جنسی یک زندگی عادی دارند و این چیزی است که باید داشته باشند نیروی معنوی و روحی خود را افزایش می دهند. نباید از فعالیت‌های جنسی استفاده ناصواب کرد و نباید آن را سرکوب ساخت. عمل جنسی می تواند با تحریک و فعال کردن بعضی از ارتعاشات شخصی موجب افزایش حالت روحانی و معنوی او گردد. و در حالی که خیلی جدی به من نگاه می کرد ادامه داد معذالک فراموش نکن لوبسانگ که این عمل برای کسانی مجاز است که یکدیگر را دوست می دارند و نسبت به هم کشش روحی احساس می کنند. چیزی که نامشروع و نامحمود و سزاوار نکوهش است روسبیگری و زناست که همانقدر برای شخص مذموم و نکوهیده است که عشق قانونی و شرعی پسندیده است. وانگهی مرد یا زن هیچ کدام نباید بیش از یک شریک داشته باشند و باید با تمام وسوسه ها و هوس هایی که آنها را از راه راست منحرف می سازد سخت به ستیزه برخیزند. لاما چینروبنوبو رشته سخن را به دست گرفت و گفت همکار محترم، موضوع دیگری هم هست که شما باید در آن باره با او صحبت کنید و آن کنترل توالد و تناسل است. من شما را تنها می‌گذارم تا مسئله را برایش روشن کنید. برخاست، تعظیم قرایی کرد و بیرون رفت. استادم لحظه‌ای درنگ کرد و سپس از من پرسید تو از این بحث خسته و کسل نشده ای لوبسانگ؟ در پاسخش گفتم خیر سرورم، من مشتاقم که در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنم چون این مطالب به نظرم خیلی عجیب می آیند. پس بدان و آگاه باش که در ازمنه اولیه زندگی بر روی کره زمین مردم به صورت خانوار تقسیم شده بودند. در سراسر گیتی خانوارهای کم جمعیتی بودند که به مرور زمان بر جمعیتشان افزوده شد. آنگاه همانطور که به نظر من گریز ناپذیر است میان انسانها جنگ و نفاق به وجود آمد. خانوارها به جان هم افتادند و علیه یکدیگر به نبرد پرداختند. فاتحین مغلوبین را کشتند و زنان آنها را به خانوار خود آوردند.
به زودی متوجه شدند که هرچه تعداد افراد خانواری بیشتر باشد، از آن زمان به بعد آنها تحت عنوان قبیله مشخص شدند، قدرت و توانایی بیشتری برای مبارزه و حفظ و حمایت خود در مقابل متجاوزین خواهد داشت. نگاه غم‌آلودی به من انداخت و گفت: قبایل به مرور زمان طی سالها و قرنها رشد کردند و بزرگ شدند. بعضی از افراد به مقام کشیشی ارتقا یافتند و کشیشان برخوردار از یک قدرت سیاسی چهارچشمی مراقب آینده بودند. آنها تصمیم گرفتند یاسای مقدسی وضع کنند که آنها را به عنوان مجری فرمانهای الهی معرفی کند که به نفع جمهور قبیله باشد و به تشویق و ترویج تکثیر زاد و ولد پرداختند. در آن زمان این افزایش جمعیت یک نیاز مطلق بود، زیرا اگر افراد قبیله‌ای توالد و تناسل نمی کردند، رو به ضعف و انحطاط می رفتند و این خطر وجود داشت که به کلی منقرض شوند. در نتیجه کشیشانی که تکثیر توالد و تناسل را در میان قوم خود ترغیب و تبلیغ می کردند، بقای قبیلهشان را تضمین می نمودند. اما از آن زمان تا کنون قرنهای متمادی سپری گردیده و آشکار شده که جمعیت دنیا با چنان آهنگی در حال تزاید است که کره زمین دیگر گنجایش آنها را ندارد. منابع زیرزمینی دیگر برای سیر نگه داشتن ساکنانش بسنده نیست و باید دست به اقداماتی زد که این وضع تعدیل شود. این توضیحات به نظر من بسیار متین بود و من کاملا آنها را درک می کردم و خوشحال بودم که دوستان بازرگانم که از پارک و کالینگ از راهی به این دوری می آمدند دروغ نگفته بودند. مرشدم دوباره به سخن ادامه داد: حتی همکنون هم بعضی از ادیان تهدید توالد و تناسل را مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهند، ولی اگر تاریخ جهان را مطالعه کنند ملاحظه خواهند کرد که علت اصلی و منشأ اساسی اغلب جنگ ها این بوده که متجاوز فاقد فضای حیاتی مورد نیاز بوده و در نتیجه چشم به خاک دیگری دوخته است. کشوری که نرخ رشد و افزایش جمعیتش سریع است می‌داند که اگر این وضع ادامه یابد دیری نخواهد پایید که برای تأمین آذوقه و مشاغل برای شهروندان با مشکل عظیمی روبرو خواهد بود. بنابراین وارد جنگ می شود و اعلام می دارد که نیاز به فضای حیاتی دارد. گفتم: لامای معظم، شما برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟